Komara Islamiu gendelia sistemi. Li sernave aboria berkhwedane li velat gendeli saz kirin. U em kirin velate heri kireje jihane. Ev çendin carete gotin kudi komara Islami de gendeliye ke sistematik nine. Iran dinav se duheşte velatande, direza se duçil u nehandeye li ser penaseya te giştina gendeliye. Li Iran gihandina servet u destilata gişti yek deste, u bi mantike bazareji, peşbaziya abori ya sakslem u azatnabe. Ev nişanein gendeliya pek hatine. Heta ber persen komara Islami, bisweji li serveye ke mikur hatine, ve ku ekber teberi jigire bere ye dezgeha dadveri li dadgehe gotiye. فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه. این نظر آقای معظم رهبری بود دیگه که ما فساد سیستماتیک نداریم. بله، حالا به هر حال بنده معتقدم که داریم. یک کشوری 70 میلیارد دلار بودجه رفاهیشه و برخیاشون زیر خط فقر دارن له میشن. این یعنی فساد سیستماتیک. چند هفته پیش گزارش سال 99 رو دادن، رتبه ایران به 149 رسیده. یعنی به موازات افزایش شاخص فلاکت ما با سقوط به ورطه فاسدترین کشورهای دنیا هم روبرو است. ایران جزو ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا قرار داشته. ببینید چقدر تلخ و دردناک میشه که کسانی تو این مناسبات بیان و مثلا جهانیان رو دعوت به تقوا بکنن. مجموع ستا اختلاس و دزدی که این آخر کاری تو مجلس بهش پرداختن، مثل چای دبش، مثل مفقود شدن 15 میلیارد یورو، مثل ناپدید شدن 8 میلیون سکه تو بانک مرکزی، طبق نظر کارشناسان اقتصادی مبلغی حدود 1 بیلیارد و 780 بیلیون. یک خبری منتشر شد از وزیر بهداشت که گفته 1 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. چند تا شاخص کلیدی هم که این مال نظام تدبیر دیگه به طور کلی نشون میده که ما در دنیا کجا هستیم. یکی قانونمندیه. امتیاز ما 18.78 از 100. بالاترین کشور فنلاند، امتیاز 100. کیفیت قوانین و مقررات نمره ما 6 از 100. بالاترین نمره 98 در دنیا. کارایی دولت، شاخص ما در کارایی دولت 42. بالاترین شاخص 100. بازم مال فنلاند. ثبات سیاسی، شاخص ما 8 از 100. بالاترین دنیا 100. یه شاخص دیگه که خیلی مهمه، حسابدهی و پاسخگویی، شاخصمون 6.57 بود. در سوئد 99.53 بود. کنترل فساد آخرین شاخصه که امتیاز ما 19 فقط، امتیاز نیوزیلند 100. خب همین برای نگران شدن کفایت میکنه. نمره ما در مهار فساد ارز کنم 15 است و رتبهمون توی رتبه بندی های فساد توی دنیا 150 از 180. یه رتبه بالاتر از افغانستان، اما پایینتر از کنگو و موزامبیک. و این خجالت آوره. تو محیط کسب و کار از 180 کشور ما حدود 130 هستیم. توی رقابت پذیری از 120 کشور حدوداً 100 نه صراحتاً 100 هستیم. وزیر جهاد کشاورزی اونجا میگن که آقا چند سال پیش 20,000 هکتار از اراضی کشاورزی نهال زیتون کاشته شده، منتها به اشتباه نهال زیتون غیر مثمر کاشته شده. یعنی زیتونی کاشتن که زیتون نمیده. و ما یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشق قربون علی. مشق قربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شده که برق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. اخبار بشه که آقا یه نفری 2000 میلیارد تومان تو یه شب رفت وام گرفته شب عید، این مشخص. چه اون 2000 میلیارد تومان تحصیلات بانکیشون اینا که قانون 2000 که نیستش که، چه اون 2000 میلیارد تومان، چه اون مالی که 20000 میلیارد تومان تحصیلات گرفته، همه اینها برای بانک مرکزی ما مشخص بوده. سوال اینجاست این تخلف بزرگ رو دیدید چرا جلوش رو نگرفتید؟
از اول انقلاب تا حالا هر چی شرکت خوب بوده توی مملکت مصادره کردیم، همه رو ورشکست کردیم، همه رو نابود کردیم. خب معلوم تو 50 سال گذشته از سال 1350 تا 99 قیمت سکه تو کشور 128,000 برابر رشد کرده. قیمت ملک 100,000 برابر رشد کرده. 800 نتیجه این فساد که عرض کردم ما در رتبه 150 از 180 کشور دنیا هستیم. در مهار فساد نمره ما در 20 سال گذشته از 50 در سال 84 به 25 در سال 92 و به 15 در سال 1400 کاهش پیدا کرده. این البته اسمش کاهش نیست، اسم این یک سقوط آزاده. ما یک سقوط آزاد در رتبه بندی فساد رو تجربه کردیم، یعنی از رتبه 77 دنیا به رتبه 150 سقوط کردیم. در شاخصهای حکمرانی یا حکمرانی خوب، گود گاورننس، در همه شاخصها متاسفانه رتبه ما از 100 کمتر از 10، چه در پاسخگویی دولت چه در